اندیشه تأسیس یک مرکز پژوهشی مهندسی مواد در سال 1361 مطرح و در نیمه دوم سال 61 با همکاری 6 نفر از اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در فضایی بسیار کوچک و بدون داشتن زیرساخت‌ها و تجهیزات مناسب تأسیس شد. در فضای اون دوران تنها عشق بنیانگذاران به امر پژوهش و باور اونها به آینده‌ای روشن توانست بقای سازمان رو تضمین کنه. به تدریج با توجه به نیازهای مشتریان دامنه کاری مرکز گسترش یافت و در حال حاضر در فضایی به وسعت 4500 متر مربع و حدود 200 نفر پژوهشگر به محدوده وسیعی از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو و صنایع مشابه خدماتش رو سرویس میده. مرکز پژوهش متالورژی رازی در سال 1361 با هدف انجام پژوهش‌های علمی، فنی و اقتصادی، تهیه نرم افزارهای تخصصی، ارائه خدمات آزمایشگاهی و اطلاع رسانی در حوزه مهندسی و علم مواد تأسیس گردید. زمینه‌های اصلی فعالیت مرکز مهندسی مواد، متالورژی، شیمی، پلیمر، سرامیک، مواد نو، نانومواد، طراحی محصول و فرآیندهای تولید مواد فلزی و غیر فلزی، شبیه سازی فرآیندهای طراحی و تولید مواد مهندسی میباشد. دامنه فعالیت مرکز پژوهش متالورژی رازی شامل 2 بخش است: خدمات پژوهشی آزمایشگاهی، پروژه‌های پژوهشی صنعتی در بخش معاونت پژوهشی. صنعتگران، تولید کنندگان، پژوهشگران، دانشجویان، صادرکنندگان و وارد کنندگان کالاها و مراجع قانونی مشتریان این مرکز هستند. مشتریان در زمان پذیرش بسته به نوع آزمون و خدمات پژوهشی مورد درخواست توسط کارشناسان مجرب رشته‌های مختلف از جمله کانی شناسی، متالورژی، پلیمر، خردگی، شیمی، فیزیک و غیره مورد مشاوره قرار می‌گیرند. عوامل موفقیت مرکز پژوهش متالورژی رازی عبارتند از عشق و علاقه بنیانگذاران به امر پژوهش و توسعه، مشتری مداری و توجه به نیازها و الزامات مشتری، ایجاد نظام‌های مدیریتی بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی و مدل‌های تعالی، اعتقاد به نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌های اصلی سازمان و توجه ویژه به آموزش و ارتقاء آنان، تجهیز نمودن سازمان به دستگاه‌ها و ابزارهای نوین و ایجاد ارزش‌های متوازن برای همه ذی‌نفعان سازمان. سازمان ما دانش بنیان و مأموریت اصلی اون خلق اطلاعات و دانش برای مشتریانه. بنابراین حضور نیروهای تحصیل کرده و متخصص و با تجربه یکی از ارکان اصلی رشد و پویایی شرکت محسوب میشن. در این راستا فرایند شناسایی، مصاحبه، استخدام، آموزش و ارتقا طراحی شده و به موقع اجرا گذاشته میشن. اصولاً یکی از ارکان اساسی سازمان ما نیروی متخصص اونه و بیش از 50% نیروهای مرکز تحصیلات کارشناسی به بالا دارن. اینجا آزمایشگاه پلیمر است. انواع آزمون‌های مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی بر روی طیف گسترده‌ای از نمونه‌های غیر فلزی از جمله لاستیک، پلاستیک، رزین، روغن و کامپوزیت، الیاف مصنوعی و طبیعی در این آزمایشگاه انجام می شود. سازمان مرکز بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی معتبر نظیر آیزو 9001 و آیزو آی‌ای 17025 و همچنین مدل‌های تعالی نظیر EFQM و مالکوم باردی شکل گرفته که هسته اصلی این استانداردها و مدل‌ها توجه ویژه به عملکرد عالی و ارائه خدمات با کیفیت برتره. در این زمینه برای کارکنان سازمان دوره‌های آموزشی نظیر ارتباطات مؤثر، مشتریگرایی، حل مسئله و شناخت استانداردهای مدیریتی برگزار میشه تا فرهنگ تعالی در سازمان نهادینه بشه. عملکرد واحدها و بخش‌های سازمان نیز در تناوب‌های 6 ماهه در زمینه کیفیت، سرعت، ایمنی، آراستگی محیط کار و دستیابی به بودجه مشخص شده اندازه‌گیری شده
و فرصت‌های بهبود شناسایی میشن و بر مبنای اونها پروژه‌های بهبود مستمر تعریف و اجرا میشن. در آزمایشگاه خردگی ارائه خدمات در دو زمینه آزمون‌های خردگی و اجرای پروژه‌های بهبود خواص و جلوگیری از خردگی انجام می‌گیرد و در آزمایشگاه عملکرد انواع آزمون‌های بررسی عملکرد و دوام قطعات، دستگاه‌ها و تجهیزات صنعتی و غیر صنعتی طراحی و اجرا می‌شود. در مرکز پژوهش متالورژی رازی به عنوان یک سازمان دانش بنیان یادگیرنده و یاددهنده باور داریم در این گونه سازمان‌ها کار تیمی یک اصل اجتناب ناپذیر برای دستیابی به اهداف تعالی است. در حال حاضر در مرکز بیش از 15 تیم در زمینه‌های گوناگون مشغول به فعالیت هستند و تصمیمات مختلف سازمانی در سطوح مختلف این سازمان در تیم‌ها گرفته و سپس اجرایی می‌شوند. ما باور داریم خرد جمعی همیشه بهتر از خرد فردی است. در نهایت عملکرد این تیم‌ها در پایان 6 ماهه اندازه‌گیری و میزان موفقیت آنها ارزیابی می‌شود و بر مبنای تحلیل‌های انجام شده برای بهبود عملکرد تیم‌ها طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی می‌شود. آنالیز انواع نمونه‌های فلزی و غیر فلزی و همچنین آب و فاضلاب از جمله فعالیت‌های آزمایشگاه شیمی و محیط زیست است. طیف گسترده‌ای از نمونه‌های معدنی، سرامیک‌ها و خاک‌ها و کانی‌ها در آزمایشگاه کانی شناسی مورد بررسی و آنالیز قرار می‌گیرند. در آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز رازی هم امکان تهیه تصویر و آنالیز در حد نانومتری تا بزرگنمایی 1 میلیون برابر وجود دارد. این آزمایشگاه یکی از قطب‌های آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه نانو فناوری میباشد. آنالیز انواع نمونه‌های فلزی با پایه‌های آهن، آلومینیوم، مس، نیکل، کوبالت، منیزیم، روی و تیتانیوم جزء فعالیت‌های آزمایشگاه کوانتومتری است. آنالیز نمونه‌های فلزی به صورت پورتابل در محل مورد نظر مشتری هم انجام می‌شود. چشمانداز مرکز مطرح شدن به عنوان یکی از برترین شرکت‌هایی است که در حوزه علم و مهندسی مواد به امر پژوهش، توسعه، آموزش و ارائه خدمات اشتغال دارند. همه اهداف و برنامه‌های مرکز در راستای دستیابی به این چشمانداز تدوین و برای دستیابی به آنها طرح‌ریزی می‌شود. طرح‌های مدون شده، اجرا و میزان پیشرفت آنها و اثربخشی آنها در راستای دستیابی به چشمانداز مذکور اندازه‌گیری شده و چرخه حرکت برای دستیابی به چشمانداز به صورت مداوم اصلاح می‌شود. امیدواریم با برطرف شدن تحریم‌های موجود مرکز بتواند در راستای جهانی شدن و گسترش ارتباطات خود گام‌های بلندی بردارد.